شهید مسعود علی محمدی اولین شهید هسته‌ای کشور 3 شهریور 1338 در ایزه به دنیا آمد. سال 1356 با ورود به دانشگاه شیراز و عضویت در انجمن اسلامی به فعالیت‌های انقلابی مشغول شد. او مدرک ارشد و دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه صنعتی شریف گرفت و از اولین دانشجویان پس دکترا در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بود. علی محمدی به خاطر درک و تسلطش بر فیزیک در طرح‌های اولیه غنیسازی اورانیوم و توسعه برنامه هسته‌ای کشور به عنوان مشاور حضور داشت. دکتر علی محمدی از سال 1374 مشغول تدریس فیزیک در دانشگاه تهران شد. او چنان به فکر دانشجوهایش بود که وقتی فهمید یکی از آنها به خاطر مشکلات مالی و کار فرصت پیش بردن تز دکترایش را ندارد، برای او حقوق ماهیانه در نظر گرفت تا از درس عقب نماند. او همیشه اعتقاد داشت دانشگاه جای پژوهش و تحصیل است، نه جای آدم‌هایی که بیایند فقط مدرک بگیرند و بروند. و چون برای آزاری اندیشه دانشجویان ارزش قائل بود، جلسات مناظره‌ای را در دانشگاه تهران راه اندازی کرد. اما 1 هفته بعد از اولین جلسه در 22 دی ماه سال 1388 به دست عوامل موساد که بمب دستسازی را به درخت جلوی منزل او بسته بودند به شهادت رسید. مقام معظم رهبری در توصیف این دانشمند برجسته فرمود: امثال ایشان که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدند، به محیط علمی ما آبرو بخشیدند.